سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در رابطه با یکی از مشکلاتی که ممکنه واسه خیلی از شما پیش اومده باشه صحبت کنم. زمانی که شما پرینت میگیرین و کاغذ به داخل پرینتر کشیده نمیشه، این مشکل یه علت بیشتر نداره و اونم کاغذکش یا همون پیکاپ خود پرینتره. حالا من میخوام امروز بهتون یاد بدم که این پیکاپ رو چجوری تعویض کنید. ما اینجا یه دونه پرینتر HP 1102 داریم که تعویض پیکاپش رو بهتون یاد میدیم و تعویض پیکاپ‌های پرینترهای دیگر هم تو ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم. واسه تعویض پیکاپ ابتدا درب پرینتر رو باز میکنید و کارتریج رو خارج میکنید. این قطعه که میبینید بهش میگم پیکاپ. واسه در آوردنش با یه دونه پیچ‌گوشی دو سو، این بغلش یه دونه خار داره. خار رو آزاد میکنید و پیکاپ در میاد. حتما توجه داشته باشین که سطح این پیکاپ اصلا نباید صاف و صیقلی باشه و بعد به این شکل باشه. زمانی هم که خواستین عوضش کنین، پیکاپ جدید رو به همین صورت فشار میدین داخل. به همین راحتی. کارتریج رو جا میزنید و در پرینتر رو میبندید. به همین راحتی ما تونستیم پیکاپ پرینترمون رو عوض کنیم. اگر این آموزش واسهتون مفید بود، لایک و کامنت یادتون نره.